شغل رانندگی با استفاده از اپلیکیشن‌های مثل اوبر و 99 توی برزیل یکی از شغل‌های خیلی پرطرفداره برای کسانی که دنبال درآمدهای انعطاف‌پذیر و نسبتاً خوب می‌گردن. این شغل برای مهاجرین یا برای کسایی که دنبال درآمدهای پاره وقت و یا تمام وقت می‌گردن جذابیت زیادی داره و به شما این امکانو میده که با استفاده از تلفن همراه و یه ماشین بتونید به مسافرها خدمات حمل و نقل بدید و یه شغلی داشته باشید و بالاخره درآمدی داشته باشید برای زندگیتون. امروز هم می‌خواستم راجع به این شغل توی برزیل باهاتون صحبت بکنم، اینکه درآمدش چقدره، کلا قوانینش چجوری میتونید استارتشو بزنید و تمام جزئیاتش بهتون توضیح بدم و راجع بهش صحبت بکنم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید. ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو هم ببینید و اونا رو لایک بکنید و یه کامنت هم برام بذارید که یوتیوب ویدیوها رو به آدمای بیشتری پیشنهاد بده. راننده های این اپلیکیشن ها به طور مستقل کار میکنن و یه جورایی به طور رسمی کارمند شرکت های مثل اوبر یا 99 نیستن و این به این معنیه که راننده ها به عنوان کارگران آزاد شناخته میشن و برای درآمد خودشون مسئولیت دارن و این شغل برای کسایی که دنبال درآمدهای پاره وقت و انعطاف پذیر هستن و یه جورایی دلشون میخواد که کارشون دست خودشون باشه، ساعت کاریشون دست خودشون باشه و هر موقع که میخوان کار بکنن، شغل خیلی مناسبیه. مخصوصا برای کسایی که حالا یه ذره مشکل زبان دارن یا تازه واردن، نمیتونن دقیقاً اون شغل مربوط به تخصصشون یا شغل مورد نظرشون رو پیدا بکنن، برای شروع و تایمایی که حالا وقت دارن میتونه شغل خیلی مناسبی باشه. راننده ها مسئول انجام سفرها از یه مبدا به یه مقصد مشخص هستن و باید بهترین مسیر رو انتخاب بکنن برای اینکه اون مسافر رو به مقصد مورد نظرش برسونن. ایمنی مسافرها رو در نظر بگیرن، همینطور باید رفتار حرفه‌ای داشته باشن و با مسافرهای جورایی تعامل داشته باشن و بتونن یه ارتباط خوبی بگیرن. همچنین در کنار همه اینا باید ماشینشون هم تو شرایط خوبی نگه دارن. از نظر فنی و تمیزی هم خیلی مهمه، یعنی ماشینشون هم باید همیشه تمیز باشه و همه چی مرتب باشه. کلا درآمد راننده ها بسته به تعداد سفرها و مسافرایی که بهشون میخوره متغیره و یه سری چیزایی مثل اون جایی که توش کار میکنن یا مثلا اون ساعتی که کار میکنن هم اینا هم چیزایی که میتونه توی درآمدشون تاثیر خیلی زیادی بذاره. مثلا راننده ها توی ساعت‌های شلوغ و ساعت‌هایی که ترافیک بیشتری وجود داره و یه جورایی ساعت پیکه میتونن درآمد بیشتری داشته باشن و توی روزایی هم که مثلا جشن و یه سری مراسم خاصی وجود داره که همه در حال رفت و آمد هستن و بیشتر استفاده میکنن از اوبر و کلا یه ذره ترافیک وجود داره، اون روزا قیمت‌های ذره بالاتره و میتونن درآمد بیشتری هم داشته باشن. و در زمانهای غیر شلوغ مثل اوایل صبح یا اواخر شب که ساعت خلوت‌تریه و خب جمعیت کمتر و تردد کمتره و آدما کمتر از اوبر و کلا تاکسی استفاده میکنن، مطمئنا درآمدشون هم پایین‌تر میاد. درآمدی که راننده‌ها به طور ماهیانه به دست میارن، باید هزینه‌های خودرو رو هم ازش کم بکنن و یه جورایی اونم توش محاسبه بکنن و بدونن که یه سری هزینه‌هایی هم وجود داره که اون درآمدشون رو یه جورایی مصرف میکنه. هزینه‌هایی مثل بنزین، تعمیرات، مالیات خودرو، بیمه و هزینه‌های نگهداری ماشین که حدود 20 تا 30% از اون درآمد ماهیانه‌شون رو یه جورایی میخوره و مصرف میکنه. مثلا اگه یه راننده 4000 ریال در ماه درآمد داشته باشه، یه حدود 800 ریال تا 1200 ریال باید بذاره کنار برای هزینه‌های ماشین و هر ماه باید اینو در نظر بگیره. این اپلیکیشن ها برای هر سفر یه نرخ پایه‌ای رو در نظر میگیرن و بعد از اون بر اساس مسافت و حالا زمانی که میبره تا به مقصد برسن یه مبلغی رو محاسبه میکنن و اونو توی اپلیکیشن قرار میدن. و توی شرایط خاص هم مثل روزایی که حالا شلوغ باشه و ترافیک زیادی وجود داشته باشه و ساعت پیک باشه، اون هزینه‌ها افزایش پیدا میکنه و مطمئنا حالا درآمد شما هم میتونه که بیشتر بشه. مثلا تو ساعتایی که ترافیک زیاده یا ساعت‌های پیک هست و کلا درخواست برای اوبر و 99 و کلا تاکسی زیاده، هزینه افزایش پیدا میکنه. مثلا روزایی که تعطیلات هست، شبا دیر وقت یا مثلا روزایی که بارون میاد و این بارون باعث ترافیک میشه و کلا یه ذره مشکلات به وجود میاره، این باعث میشه که درآمدا و کلا اون هزینه اوبر 1.5 تا 2 برابر بیشتر بشه. مثلا توی سائوپائولو یه شبی بود که شب کریسمس بود و من دعوت بودم یه جایی و باید حتما میرفتم و اون شب کلا شبی بود که همه داشتن میرفتن خانواده‌شون رو ببینن برای جشن کریسمس و درخواست اوبر خیلی بالا بود و قیمت‌ها هم خیلی زیاد بود و همه مجبور بودن این مبلغ رو بالاخره بدن دیگه و موقع برگشتن هم یه بارون خیلی شدیدی گرفت و اون قیمت از چیزی که بودم حتی بیشتر شد و بازم همه مجبور بودن که اوبر بگیرن و خب راننده ها هم اینو میدونن و اون قیمت بالا یعنی براشون مشکلی وجود نمیاره، میدونن که مشتریشو دارن و خلاصه اینجوری میشه و این داستانا باعث میشه که قیمت اوبر افزایش پیدا بکنه. اما به طور کلی برای راننده‌هایی که به طور مرتب توی این اپلیکیشن ها کار میکنن، میتونه ماهانه 2000 ریال تا 4000 ریال
سال و حتی یکم بیشتر هم درآمد داشته باشه و این خیلی بستگی داره به اینکه کجا دارن توی کدوم شهر این کارو انجام میدن. مثلا تو شهرهای مثل سائوپائولو یا ریو، مخصوصا سائوپائولو که جمعیت خیلی زیادی داره و خیلی هم از اوبر استفاده میکنن، یعنی یه چیزیه که یه جورایی خیلی جا افتاده تره در مقایسه مثلا با شهری مثل کوریچیبا که من زندگی میکنم. مردمی که از اوبر استفاده میکنن توی سائوپائولو خیلی بیشترن و اگه توی ساعت‌های شلوغ، مثلا توی ساعت‌های پیک و روزهای مثلا خاصی کار بکنید، اونجا میتونید درآمد خیلی زیادی داشته باشید و حتی امکان داره که درآمدتون از 5000 ریال هم بیشتر باشه. برای کار به عنوان راننده توی اپلیکیشن‌های مثل اوبر یا 99 باید اول اپلیکیشن رو روی گوشیتون نصب بکنید و بعد حساب کاربری بسازید و اطلاعاتتون رو توش وارد بکنید. این اطلاعات هم شامل گواهینامه رانندگی، اطلاعات خودرو، کارت خودروتون و یه سری مدارک شناسایی میشه که الان بهتون کامل توضیح میدم که اونا چیا هست. گواهینامه رانندگی معتبر با تجربه حداقل 1 تا 2 سال. مدارک خودرو مثل کارت مالکیت که نشون میده که شما مالک خودرو هستید. بیمه خودرو که باید شامل بیمه شخص ثالث هم باشه. گواهی سلامت و توانایی جسمی. یه سری از اپلیکیشن‌ها امکان داره که از شما تست و گواهی پزشکی بخوان برای سلامتتون که بدونن که شما توی سلامت کامل قرار دارید. امتحان و بررسی شرایط خودرو، یعنی بعد از اینکه شما ثبت نام کردین امکان داره که کارشناسای اون اپلیکیشن بخوان که ماشین شما رو بررسی بکنن که ببینن ماشین شما از نظر فنی و ایمنی توی شرایط کاملا اوکی قرار داره و اون استانداردهای لازم رو برای این کار داره ماشین شما. فعال کردن حساب راننده. بعد از تایید مدارک و تمام مراحل و ثبت نام و کلا بعد اینکه تمام مدارک شما تایید شد، حساب شما فعال میشه و شما میتونید کارتون رو شروع بکنید و سفراتون رو شروع بکنید. برای این کارم شما باید از GPS اپلیکیشن گوشیتون استفاده بکنید تا اون مسیرها رو بهتون نشون بده، اون درخواستای مسافرا براتون بیاد و یه جورایی کامل مثل همون اسنپ خودمون توی ایران میمونه و تمام مراحلش مثل همونه. یه سری چیزاش فرق داره اما به طور کلی تقریبا مثل همون میمونه. راننده ها توی برزیل باید یه سری قوانین و مقررات خاصی پیروی بکنن که چند تا از مهمتریناشو اینجا بهتون میگم. راننده ها به عنوان کارگران آزاد شناخته میشن و قوانینی مثل استراحت کردن و ساعتکاری درست و اینا همه باید براشون رعایت بشه. یعنی راننده ها موظفن که ساعتکاریشون رو محدود بکنن تا بتونن استراحت‌های لازم رو داشته باشن که موقع رانندگی کردن کاملا سرحال باشن و حواسشون جمع باشه و یه موقع مشکلی پیش نیاد. درسته که راننده ها کارگرای آزاد به حساب میان، اما بازم باید توی سیستم مالیاتی برزیل ثبت نام بکنن و اگه درآمدشون از یه حدی بالاتر باشه، مثلا از 2400 ریال بالاتر باشه، باید یه سری مالیات‌های مربوطه رو پرداخت بکنن. همچنین باید در کنار این حق بیمه تامین اجتماعیشون هم پرداخت بکنن تا از مزایایی مثل بازنشستگی و حالا بیماری و مرخصی و مزایای دیگه بتونن که بهره مند بشن. خودروهای راننده ها باید از یه سری استانداردها برخوردار باشه که شامل حداکثر سن ماشین هم میشه. یعنی حداکثر سن ماشین باید 8 سال باشه و این شامل یه سری شرایط فنی خودرو هم میشه که اونا هم باید توی استانداردهای درستی قرار داشته باشه. و در کنار این استانداردها ماشین شما باید در نظر ایمنی و بهداشت و کلا تمیز بودن هم توی شرایط مناسب و اوکی قرار داشته باشه. راننده ها هم باید رفتار حرفه‌ای و خیلی خوبی با مسافرا داشته باشن و خیلی خوش اخلاق باشن و همیشه لبخند داشته باشن و بتونن که ارتباط خوبی با مسافر برقرار بکنن. در کنارش باید قوانین راهنمایی رانندگی هم خیلی خوب رعایت بکنن و درست رانندگی بکنن و کلا هیچ مشکلی به وجود نیارن که باعث بشه که اون مسافر ناراضی باشه یا ناراحت باشه از دستشون. و اگه راننده ها این قوانین هم رعایت نکنن ممکنه که باعث بشه که از اون اپلیکیشن و کلا از اون شغل اخراج بشن. ممکنه که توی شهرهای بزرگ رقابت زیادی وجود داشته باشه و تعداد زیادی راننده توی این منطقه جمع بشن و این باعث بشه که درخواستای کم کاهش پیدا بکنه و کلا درخواستای اوبر یکم کم بشه. برای جبران این وضعیت شما باید توی ساعت‌های پیک و ساعت‌های شلوغ بگردید و منطقه‌های مختلف رو تست بکنید که بتونید جایی که حالا درخواستا بیشتره اونجا رو پیدا بکنید و کلا توی اون محدوده بچرخید که بتونید درآمد بیشتری داشته باشید و درخواستای اوبر بیشتری براتون بیاد. راننده ها توی شب یا توی سری منطقه‌های خاص، توی مثلا شهرهایی مثل ریو یا سری از مناطق سائوپائولو ممکنه که خطراتی براشون وجود داشته باشه. خطراتی مثل سرقت یا مثلا اینکه با آدمای کلا خطرناکی مواجه بشن. و برای اطمینان از اینکه مشکلی براشون پیش نیاد، راننده ها باید سعی کنن توی ساعتایی که مثلا تردد بیشتره یا توی مناطقی که مثلا امنیت بیشتره و کلا بازدید بیشتره، سعی بکنن که اونجا فعالیت بکنن که موقع مشکلی از نظر دزدی و حالا آدمای خطرناک و اینجور داستانا براشون پیش نیاد.
هزینه‌های ماشین مثلا بنزین و هزینه‌های نگهداری و مالیات و کلا بیمه و این داستانا یه بخش زیادی از درآمد شما رو میخوره و مصرف میکنه و باید حواستون به این داستان هم باشه که هر ماه هر چقدر که شما درآمد دارین یه بخشش برای این داستانا و هزینه‌های ماشین باید بذارید کنار و کلا صرف میشه برای این داستان. تسلط به زبان پرتغالی یکی از مهمترین چالش‌های این داستانه. یعنی شما بالاخره درسته که زبانی که نیاز دارید برای اوبر کار کردن خیلی حد زبان بالایی نیست، اما برای اینکه بتونید با مسافرها بالاخره یه تعاملی داشته باشید و یه صحبتی بکنید، چون امکان داره که از شما سوالی بپرسن یا مثلا یه صحبتی بخوان بکنن، بگن مثلا هزینه شما اینجوری پرداخت می‌کنیم، با کارت میدیم یا مثلا نقد بهتون میدیم، شما نیاز دارید که یه حدی از زبان پرتغالی رو بلد باشید برای اینکه حالا بتونید کارتون رو راه بندازید یا مثلا یه صحبتی با مسافرها بکنید. این یه چیزی که نیازه و مثل تمام شغلای دیگه یکی از مهمترین چیزا اینجا هم یادگیری زبان پرتغالیه. در حد حالا کم، مثل شغلای دیگه نیست که زبان خیلی حد بالایی بخواد، اما برای مهاجرین و کلا اینجا کسایی که میخوان تازه این شغل رو استارت بزنن نیاز است که درصد خیلی کمی حداقل این زبان رو بلد باشن. در کل کار کردن توی اوبر و اپلیکیشن‌های نظیر اوبر برای مسافرین و کلا مهاجرینی که تازه کار هستن و هنوز نمیتونن اون شغل مورد نظر و تخصصی که دارن رو پیدا بکنن یه شرایط خیلی خوبیه، اما اینم در نظر داشته باشید که باید زبانم یاد بگیرید و کلا یه سری چالش‌های ریزی داره. کانالم یادتون نره که حتما سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو هم ببینید و لایک کنید و برام کامنت بذارید. این ویدیوها رو هم اگه دوست داشتید میتونید با دوستاتون شیر بکنید و برای کسایی که حالا تازه وارد هستن به برزیل بفرستید که اگه هنوز کاری پیدا نکردن بتونن استارت یک کاری مثل اوبر رو بزنن و مشغول بشن و بتونن که درآمدی داشته باشن. مرسی.